نکته دیگه که من میخوام در واقع راجبش صحبت بکنم در خصوص اینه که آیا با درمان ایمپلنت عملا کار ما به عنوان دندانپزشک و من به عنوان مراجعه کننده یا بیمار آیا تمام شده یا خیر؟ باید بگم خیر، برای اینکه یک بیماری که درمان دندانپزشکی ایمپلنت یا هر درمان دندانپزشکی دیگری رو دریافت میکنه حتما بایستی اون جلسات ریکال یا فالوآپ یا جلساتی که به عنوان چکاپ کردن دندانپزشک بهش میگه حتما باید این جلسات رو در واقع بیاد. ما در این جلسات ریکال یا به اصطلاح چکاپ کردن معمولا به چند چیز رو مورد بررسی قرار میدیم. اولین چیزی که مورد بررسی قرار میدیم وضعیت رعایت بهداشت بیمار هستش، یعنی بیمار باید رعایت بهداشتی خودش رو به دقت رعایت بکنه. ایمپلنت گرچه پایه فلزی داره، پوسیده نمیشه، ولی مسائل لثه‌ای که دور بر ایمپلنت هستش خیلی برای ما اهمیت داره و احیانا اگر رعایت بهداشت بیمار خوب نباشه دچار بیماری‌های لثه در اطراف دندان و همچنان در اطراف ایمپلنت ها خواهد شد. نکته دومی که باید بررسی بکنیم این هستش که پس یک نکته اولش رو رعایت بهداشت یعنی اینکه ما وضعیت بهداشتی بیمار رو نگاه میکنیم، آیا زیر پونتیک ها، زیر بریج ها، ایمپلنت زیر روکش ها و اطراف اونها آیا قابل به راحتی توسط بیمار تمیز میشه و بیمار اون اهمیت لازم رو برای رعایت بهداشت در واقع میده به قضیه یا نه. نکته دوم اینه که ما اوکلوژن بیمار رو چک میکنیم. اوکلوژن یعنی اون قدرت روی هم قرار گرفتن در واقع دندون ها روی ایمپلنت یا ایمپلنت ها روی دندون رو بررسی میکنیم. اگر فورس زیادی یا نیروی زیادی در یک جا با چک کردن توسط کاغذ کاربنای مخصوص اگر فورس یا نیروی زیادی روی ایمپلنت وارد بشه، خب مسلما خطراتی رو میتونه داشته باشه. از جمله این خطرات شکستن روکش ایمپلنت هستش، چیپ شدن در واقع پورسلن روکش ها هستش و بخوایم پیشرفته ترش هم بکنیم اینه که ممکنه تحلیل استخوان در اطراف ایمپلنت اتفاق بیفته به خاطر این فورس و نیروی زیاد که خود بیمار هم گاهن از اون مطلع نیستش و این فقط در معاینات در واقع به دوره‌ای مشخص میشه. عادات پارافانکشنی که بیمار ممکنه داشته باشه مثل براکسیس، مثل کلینچینگ یا همون در واقع بحث دندان قروچه، اینها همه مورد ارزیابی قرار میگیره و در صورتی که جایی مشکلی چیزی وجود داشته باشه یا چه در زمینه رعایت بهداشت چه در زمینه در واقع وضعیت اوکلوژن اینا برطرف میشه، بیمار توضیحات لازم داده میشه و این چکاپ ها همیشه باعث میشه که موندگاری و طول عمر درمان های دندانپزشکی من جمله درمان ایمپلنت بالا بره. بنابراین گذاشتن یک ایمپلنت به معنای پایان در واقع مراجعه به دندانپزشکی نیستش.